فضای مجازی ریشخندی برآورده بودن که 900 سال ما حکومت نداشتیم. 900 سال مثلا بعد 900 سال بعد سامانیان بعد دولت شدیم. بله برعکس این تحقیر خودی ما هست. این میدونید این اقیمانی تاریخی ما هست، اقیمانی ادبیات ما هست که هنوز جمعیت ما هضم نکرده است که دولت غزنوی ها دولت تاجیکا بود، دولت سلجوقی ها دولت تاجیکا بود، دولت خوارزمی ها دولت تیموریان آخرین امپراتور ایران است، دولت منقیطی ها دولت تاجیکا بود. شما بینید وقتی که بخارای از 1920 در عینی میخونید بخارا و سمرقند کجای باید ترکی میبینید؟ وقتی ابلهه بیازی ترک و فارسی دارد، وقتی برای امیر عالم خان در پتربورگ صحنه سپیکتاکلی فارسی میمونه، چگونه باید دولت ترکی است؟ دولت ترکی دولت شرف رشیدوی شوروی بود که بعد سالهای 50 تقریبا شما ببینید سال 50 در تاشکند اینستیتوت آسیای میانگی وی است، دانشگاه آسیای میانگی هست که هم تاجیکی هست هم ترکی هست. لیکن از سال 50 این طرف بخارا تقریبا حذف شد، ترک شد. در سمرقند تا امروز نبض زیبور، امروز بخارا هم زنده است. یعنی مکتب های تاجیکی بسته شدن، فرهنگ تاجیکی لای مالیده شد، گیلالوده شد. این دولتی ترکی است. یعنی این گپی که ما 1000 سال به دولت بودیم گپی دروغ است. گپی چگونه ما به دولت بودیم؟ شخصی به دولت فردوسی به میدان میبرد، مولانا به میدان میبرد، سعدی حافظ به میدان میبرد، عمر خیام به میدان میبرد، و احمد دانش و صدرالدین عینی به میدان میبرد. این گپ تماما گپی به اساس است. ما دولت داشتیم، دولت ما را روس زد. شما ببینید ما وقتی که بولشویک اومد، دولت اومد در آسیای میانه سال 22 از تاجیک نام نگرفتن. چرا؟ به خاطر آنکه ایران از سال 37 اگر خطا نکنم ایران شد. تا اون وقت دولتی فارس شهرت داشت و غربی ها، روس ها، انگلیس ها اینا از فارس ها حذر میکردن که بزرگترین امپراتوری دنیا را داشتن، بزرگترین تمدن دنیا را داشتن. برای همین گفتن که ترکستان است اینجا، حالا که ترکستان بالای سیبیر است. و بعد به خاطر آنکه در بین این ترک با خودشون اندیشه کردن که در بین این ترک باید یک استخوانی باشه در یک دایره محدود و تاجیکستان تشکیل کردن.